تقلید انسان ها را به کفر کشانده بود و میکشاند و هنوز هم کشانده ایستاده است. در قرآن کریم پروردگار میگوید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. وقتی به مشرکان گفته شود که شما پیامبرتان در نزدتان هست، شما میدانید که انسانی صادق است، هرگز دروغ نگفته است، این را اطاعت کنید، در دستش معجزه‌اش قرآن است. آنها میگویند نه، ما میدانیم محمد راستگو هست، محمد دروغ نمیگوید، اما آن کاری که پدرانمان کردند ما آن را میکنیم. ما از پای تقلید پدر و مادر خود هستیم یا اجدادان خود هستیم. یعنی تقلید آنها سبب شده بود و هنوز هم تقلید زیادی ها سبب می شود که حتی در مسئله کفر، در مسئله شرک و کفر تقلید کنند. و اکنون بیاید ببینیم تقلید به یک عالم. یعنی بعض طالب علمان هستند که ببخشید کاپیای استاد خود هستند، خندهشان مثل خنده استادشان هست، سخنشان مثل سخن استادشان هست. علل خصوص چند نفرانی که همیشه از کتاب امام عبدالوهاب گپ میزنند که سبحان الله گویا که در دنیا دیگر عقیده وجود ندارد. یکی امام عبدالوهاب 100 و چند سال پیش بر آمدند و 6 تا شروط لا اله الا الله گفتن، اینها هم فقط همین را میگویند، تا درجه تقلید که دیگر یگان کتاب را قبول ندارند. 3 قاعده که در عقیده دیگر علما نماندند و این عالم آمد و مان، دیگر باید فقط از آن گفته شود. استاد از آن میگوید، شاگرد از آن میگوید، شاگرد از آن میگوید، فقط همین گونه رفته استاد است. یعنی ببینید تقلیدی که یک گروه را از این همه دایره وسیع کتب عقیده، از این دایره وسیع اسلام به کجا کشان؟ فقط گپشون 3-4 کتاب یک عالم است، از آن بیرون نمیبرایند. این یک مسئله. مسئله های دیگر هم هست، طالب علمان را بمانیم. یک بلاگر برآمد و مثلا یک نفر رو تهمت کرد یا تهمت نکرد، خیر گفتیم سر یک نفر رو فوش کرد، ببینید فلان دختر چیکار کرد مثلا، یا فلان زن شوهردار چیکار کرد، که در تاجیکستان بلاگرها با دخترها و زن شوهردار خیلی زیاد بیننده جمع میکنند. دیگرها هم از پای اون میروند. سبحان الله، دیگران هم عیناً همون کار رو میکنن. یعنی تقلید ما در همه چیز از پای یک دیگر است. یک نفر توی کرد، طرز تویش رو دیدیم که مثلا مردم زیاد بود یا مردم زیاد کفکوبی کردن، دیگرها هم عیناً همون رو میکنن. تو با عقل خودت کار کن. آره باید پیروی باشد، اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، پیروی اهل علم یا پیروی آنهایی که در جامعه الگو باشد، اما پیروی چیزی دیگر است. تقلید کرکرانه چیزی دیگر است. تقلید دارد ما را نابود میکند.